اتوبوسی زائران ایرانی را که یک روحانی هم بینشون بود به سوریه می برد. در یکی از شهرهای ترکیه پنچر شد و به تعمیرگاه جهت تعمیر مراجعه کرد. مسافران هم از فرصت استفاده کرده و پیاده می شوند. صاحب مغازه با لباس کار و ضمن پنچرگیری از آن روحانی می پرسد شغل شما چیست؟ حاج آقا پاسخ می دهد روحانی هستم، نماز جماعت اقامه می کنم و در مساجد و محافل سخنرانی می نمایم. تعمیرکار دوباره سوال می کند اینها را می دانم، شغل شما چیست؟ روحانی پاسخ داد شغل دیگری ندارم. پنچرگیر در انتهای مغازه لباس روحانیتش را نشان می دهد و می گوید بنده هم روحانی هستم. وقت نماز لباسهایم را عوض می کنم و امامت نماز جماعت مسجد را بدون دریافت پول و هزینه به عهده می گیرم و بعد از آن به کارم برمی گردم. مگر می شود نماز خواندن را به عنوان شغل و منبع درآمد به حساب آورد؟ روحانی باید مانند مردم در یک سطح باشد و اگر کاری را برای دین انجام می‌دهد آن را فریضه بشمارد. در غیر این صورت اگر برای دریافت حقوق باشد که هر شخص ریاکاری می‌تواند با پوشیدن این لباس در این جایگاه قرار گیرد. اینم از داستان امروز ما. اگر دوست داشتین حتما برای بقیه هم بفرستین و پیج ما رو هم دنبال کنین.